امروز قراره با هم بریم سراغ 3 تا از وحشتناکترین و قوی‌ترین لباس‌های نظامی جهان که الان توی مرحله استفاده یا آزمایش هستن. شماره 3 زره اگزواسکلتون ارتش آمریکا به اسم تالوس. این لباس دقیقاً طوری طراحی شده که سربازها رو به ابرقهرمان واقعی تبدیل کنه. در برابر گلوله، آتش و حتی انفجار مقاومت داره. اما اون چیزی که واقعاً ترسناکش میکنه کلاه خودشه. کلاه خودی که دید در شب و سیستم واقعیت افزوده داره. درست مثل بازی‌های ویدیویی. دوم، لباس راتنیک 4 روسیه. این یکی انگار از آینده اومده. میتونین مین‌ها رو قبل از اینکه روشون قدم بذاری تشخیص بدی. نمایشگرش با سرباز صحبت میکنه و با سیستم دید در شب، ماسک گاز و چراغ قوه داخلیش کاری میکنه سرباز توی هر شرایطی آماده نبرد باشه. شماره 1 لباس کانتانکا از غنا. اوایل همه بهش خندیدن، ولی الان یه لباس کاملا رباتیکه که انگار از دل یه فیلم علمی تخیلی بیرون اومده. زرهی سنگین با سیستم تثبیت کننده سلاح برای دقت 100% و هدفگیری خودکار. اگه اینو وسط میدان نبرد ببینی واقعا فکر میکنی یه ربات قاتل جلوته.